وزیر مهاجران و برگشت کننده ها در حکومت طالبان روز 15 فوریه سال 2024 در جمع آمده که بخشیده به مناسبت 35مین سال روز خروج ارتش شوروی از افغانستان دایر گردید، به بردن نام کشور به دولت‌های میزبان و حامی مخالفین این گروه هشدار داد که طالبان خصومت آنها را فراموش نخواهند کرد. بنا به اطلاع نشریه افغانی طلوع، خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عضو ارشد شبکه حقانی، گفته است که دشمنان طالبان در هر جایی که باشند هدف قرار خواهند گرفت. در ادامه صحبت‌هایش این منصبدار والامقام طالبان و عضو شبکه تندرو حقانی که در گذشته خونین‌ترین حمله‌های تروریستی را در داخل افغانستان از جمله در دانشگاه‌ها و بیمارخانه‌ها انجام داده بودند، تاکید کرد که اگر کسی با ما مخالفت و دشمنی فکری، رسانه‌ای، نظامی، سیاسی و مالی کند، ما با او حساب و کتاب میکنیم. خلیل الرحمن حقانی که عمک رهبر شبکه حقانی و وزیر کارهای داخلی حکومت طالبان سراج الدین حقانی است، هرچند به طور آشکارا به کشور خاص اشاره نکرد، اما یک مخاطب او میتواند تاجیکستان باشد، چون که قرار معلوم تاجیکستان میزبان مخالفین مسلح گروه طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود است. همچنین در دوشنبه چند پیش یک انجمن مخالفین سیاسی برگزار شده بود. وزیر طالبان بازم به طور پرده پوشانه هشدار داد که کسانی که در صدد تعمیل جنگ در افغانستان از طریق آموزش دادن مخالفین امارات اسلامی هستند، اقدامشان فراموش نخواهد شد. امارات اسلامی نام رژیم است که طالبان در افغانستان پابرجا کردند. گروه طالبان ادعا دارد که گویا جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان پایگاه‌های نظامی دارد و حکومت تاجیکستان اعضای این جبهه ها را با سلاح و لوازمات حربی تامین می‌کند و افسران ارتش تاجیکستان در این پایگاه به تاجیک‌های افغانستان، اکثر زادگان دره پنشیر، طرز پیش بردن جنگ‌های چریکی را یاد می‌دهند. این ادعا از زمان به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 چندین بار از زبان نمایندگان مختلف این گروه تندرو صدا داده است. مقامات تاجیکستان این ادعای طالبان را یگان بار رد یا تصدیق نکردند. علاوه بر این، وزیر مهاجرت طالبان بدون نام بردن از ازبکستان و تاجیکستان از کشورهای همسایه خواست که تجهیزات مربوط به افغانستان را به امارت اسلامی برگردانند. طور معلوم پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان از طرف طالبان در ماه آگوست سال 2021 منصبداران زیاد رژیم جمهوریت با چرخبالو و طیاره‌های نظامی جنگی به تاجیکستان و ازبکستان فرار کرده بودند. به احتمال زیاد خلیل الرحمن حقانی همین چرخبال و طیاره‌ها در تاجیکستان و ازبکستان بوده را در نظر دارد. این نخستین بار نیست که مقامداران طالبان به مخالفان این گروه در خارج از افغانستان هشدار می‌دهند. پیش از این بنا به گزارش نشریه فارسی ایندیپندنت، سعیدی خوستی، یک قماندان صحرایی و سخنگوی سابق سراج الدین حقانی مخالفان طالبان را در خارج تهدید به مرگ کرد و گفت طالبان صدها داوطلب برای هدف قرار دادن مخالفین خارج نشین دارند. تا به حال کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان و ازبکستان به تهدیدهای سعیدی خوستی و اینک خلیل الرحمن حقانی واکنش نشان ندادند. باید گفت که گروه طالبان در داخل خود به دو گروه اساسی، طالبان قندهاری و شبکه حقانی جدا می شوند. حقانی ها بیشتر در شرق افغانستان و قندهاری ها اساساً در جنوب افغانستان نفوذ دارند.